توصیه باشد و کدام متخصصانی او حق و حقوق شهروندان ما رو نمیروند و حمایت میکنند. دیگر همیشه بهای پرشکوفان باشد. سبب اساسی مثلا به طور کافی گذاشتن سرمایه گذاری کردنشون اصلا در گمرک است و بین گمرک مثلا که ما از جمهوری ازبکستان به اینجا وارد میشیم یا که از دیگر جمهوری ها بسیار مشکلات را پیش میارن. بچهای ما چندین بارها حاضر هم هستند که مثلا از براتسک از دیگر جا دیگر شهرها مثلا بار میگیرن، همچون چوب و تخته و دیگر در اینجا مشکلی ها وجود میارن. وقتی که مشکلی وجود میارد یکم بار مثلا شخصا من از خود شهر سنت پترزبورگ برادرای گفته بودم فرستاده بودن یک چند واگونی که اومد به اینجا قریب چند ماه و سال و طول کشید، بعد پولشون از اینجا برنگشت و بسیار مشکلی ها که شد اونا قطع کردن کارشون. این بسیار بار این یک ماه نیستیم، دیگر هم هستن که مشکلی میارن و اون تاجرانی که از خود تاجیکستان هستن مثلا به خطای میرن به ترکیه میرن برای اونا آزاد است. فقط وزارت اداره ها مسئول باشند. ما البته ما نمیتونیم بعضی حجت همین شعر بسیار ظریف و مظفر جان میندور